سلام، خیلی خوش اومدین به کانال سینماگرافی. امروز می‌خوایم 10 تا از برترین کارگردانان حال حاضر دنیای هالیوود رو با هم معرفی کنیم. شماره 1 وودی آلن پرکارترین و قدیمی‌ترین کارگردان این لیسته که بیش از نیم قرن فعالیت مستمر در حوزه سینما داره. این کارگردان که فیلمنامه آثارش رو هم خودش می‌نویسه، در فهرست یک نشریه سینمایی لقب بهترین کارگردان تاریخ سینما در ژانر کمدی رو به خود اختصاص داد. از دستاوردهای او 7 کاندیداتوری بهترین کارگردانی، 14 نامزدی بهترین فیلمنامه، 1 جایزه اسکار بهترین کارگردانی و 3 جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی رو به خود اختصاص داد. بهترین فیلم وودی آلن آنیهال که بهترین فیلم کمدی رمانتیک سینما شناخته شده. از دیگر فیلم‌های شاخص این کارگردان میتوان به منهتن، نیمه شب در پاریس، جاسمین غمگین و امتیاز نهایی اشاره کرد. شماره 2 استیون اسپیلبرگ. بیش از نیم قرن تجربه در صنعت سینما او را به یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین کارگردانان حال حاضر تبدیل کرده که تاکنون 6 بار نامزد جایزه اسکار شده و 3 جایزه اسکار بهترین کارگردانی از آن 9 فیلم او هم تا به امروز نامزدی بهترین فیلم‌های اسکار را به خود اختصاص داد. فهرست شیندلر، ششمین فیلم برتر تاریخ سینما، مهمترین اثر اسپیلبرگ و برنده جایزه بهترین فیلم اسکار، فیلم سیاه و سفیده که به واقعه هولوکاست می‌پردازد. از دیگر آثار برجسته این کارگردان بزرگ می‌توان به نجات سربازداران، لینکلن، پارک جوراسیک، تنتن و مهاجمان صندوق گم شده اشاره کرد. شماره 3 مارتین اسکورسزی را یکی از 3 کارگردان برتر دنیا و بهترین کارگردان زنده معاصر بعد از جنگ جهانی دوم معرفی می‌کنند. کارگردان تاثیرگذاری که به همه جوایز معتبر سینمایی دست یافته و پرچمدار نامزدی اسکار در میان کارگردانان دیگر است. اما تنها 1 جایزه اسکار کارگردانی را برای فیلم رفتگان به دست آورد. او در بیش از 5 دهه فعالیت در عرصه سینما نه تنها فیلم بد نساخته، بلکه همواره آثارش مورد تحسین و تمجید تماشاگران و منتقدان واقع شد. از دیگر آثار این کارگردان میتوان به راننده تاکسی، دیپارتد، رفقای خوب، گرگ وال استریت، جزیره شاتر، هوگو، هوانورد و آیریشمن اشاره کرد. شماره 4 ریدلی اسکات. کارگردانی با متنوع‌ترین آثار تولید شده است. تقریبا در همه ژانرها تبع‌آزمایی کرده و هنوز هم نمیدونیم فیلم بعدیش میتونه یک دراما کمدی باشه یا یک اکشن حماسی و یک فانتزی یا علمی تخیلی. بیگانه دومین ساخته این کارگردان بریتانیایی یک فیلم علمی تخیلی ترسناک بود که همینک در فهرست 250 فیلم برتر تاریخ سینما خودنمایی. او تا به امروز 3 نامزدی بهترین کارگردانی اسکار و 4 نامزدی گلدن گلوب را با همین عنوان در کارنامه خود ثبت کرده است. از دیگر آثار برتر او میتوان به مریخی، گلادیاتور، آخرین دوئل، گنگستر آمریکایی و بلید رانر اشاره کرد. شماره 5 تیم بورتون. از جمله افرادی است که فارغ از دیدگاه و قضاوت دیگران، فیلم شخصی خود را رویا پردازانه به روی پرده میبرد و رویاهای زیبایی هم برای مخاطبینش میسازد. نامزدی نخل طلایی جشنواره کن، 2 جایزه اسکار، 1 جایزه گلدن گلوب و 3 جایزه بفتا بخشی از دستاوردهای سینمایی او در طی بیش از 30 سال فعالیت‌های هنری است. از مهمترین و مشهورترین فیلم‌های تیم بورتون می‌توان به ادوارد دستقیچی، سوینی تاد، اسلیپی هالو، چارلی و کارخانه شکلات سازی، عروس مرده و کابوس قبل از کریسمس اشاره. شماره 6 کریستوفر نولان بی تردید یکی از اتفاقات خوشایند سینمای قرن 21 است. کسی که به قول خودش آمادگی انجام همه کارهای فیلمش رو به تنهایی دارد و در عمل هم ثابت کرده که این چنین است. او یکی از مهمترین کارگردانان این عصر که تا به حال 5 بار نامزد جایزه اسکار شده و 7 فیلم از بین 10 فیلم منتشر شده اش در لیست بهترین های سینما قرار دارد. این 7 فیلم برتر از این قرارند: بتمن آغاز می‌کند، شوالیه تاریکی برمیخیزد، یادگاری، پرستیژ، تلقین و فیلم میان ستاره‌ایش. شماره 7 جیمز کامرون.
از مهمترین و تأثیرگذارترین کارگردانان سینماست که علم و هنر و نبوغش در جلوه‌های ویژه همواره مورد تحسین قرار گرفت. دو اثر این کارگردان بزرگ و صاحب سبک کانادایی، آواتار و تایتانیک، عنوان پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما رو به خودشون اختصاص داد. او تا به حال 3 بار برنده جایزه اسکار شده که یک مرتبهش برای بهترین کارگردانی. 2 جایزه گلدن گلوب بهترین کارگردانی را هم در کارنامه خودش داره. از بهترین فیلم‌های جیمز کامرون می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: آواتار، تایتانیک، ترمیناتور، بیگانه. شماره 8 کوئنتین تارانتینو. تارانتینو صاحب سبک و خاص خالق بخشی از خوش‌ساخت‌ترین آثار سینمایی معاصر است. فیلم‌های او ترکیبی از خشونت، جنون و کمدی را یکجا دارد. بی جهت نیست که به تارانتینو لقب دیوانه جهان سینما را می‌دهند. جنون سینما به واقع در رگ‌های او است. او تاکنون برنده 2 جایزه اسکار و برنده نخل طلای جشنواره کن برای بهترین کارگردانی شده است. این اسامی نمونه از آثار این نابغه افراطی سینماست: داستان عامه‌پسند، سگ‌های انباری، جانگوی رها شده، حرامزاده‌های لعنتی و روزگاری در هالیوود. شماره 9 دیوید فینچر. لقب کارگردان وسواسی و کمالگرا برای دیوید فینچر شاید بهترین تعریف از سینمای خاص او باشد. فینچر هم از معدود فیلمسازانی است که هیچ فیلم بعدی در بین آثار محدودش وجود ندارد. سردی و تاریکی حاکم بر فضای کارهای او و خلق آثاری معناگر و ترسناک و تعلیقی لقب هیچکاک سینمای معاصر را برایش به همراه آورد. 2 نامزدی اسکار بهترین کارگردانی، نامزدی نخل طلای جشنواره کن، 1 جایزه گلدن گلوب و 1 بفتای بهترین کارگردانی بخشی از افتخارات کارنامه دیوید فینچر و این فیلم ها بخشی از بهترین ها از میان 10 فیلم بلند اوست: دختر گم شده، بازی، 7، باشگاه مشت‌زنی و سرگذشت عجیب بنجامین باتن. الخاندرو گونزالس اینیاریتو اولین فیلم نامه‌نویس و کارگردان مکزیکی تباری است که برنده فستیوال کن و نامزد جایزه اسکار شده و 3مین کارگردانی است که 2 سال متوالی عنوان بهترین کارگردان جوایز اسکار را به دست آورد. در معرفی این کارگردان برتر قرن 21 همین بس که با وجود تعداد کم فیلم‌هایش همواره به خلق یک شاهکار رسیده است. اینیاریتو در 6 فیلم بلندی که تاکنون ساخته 4 جایزه اسکار، 2 جایزه گلدن گلوب و 3 جایزه بفتا را از آن فوت کرد. فیلم‌های او به ترتیب سال انتشار عبارتند از بابل، زیبا، برمن و بازگشت. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. خدا نگهدار.